شنوندگان محترم، ما امروز به شما رادیو اینسینیروفکا را از روی رمان پاول لوکنیتسکی نیسا می شنوانیم. شنوانیدن یکم. دریای سیاه تنگ که از بین پیریخ‌ها برمی آید، از میان دره‌ای که خودش آن را در مدت هزارها سال مثلی اره بریده به خود راه گشاده است، جاری شده با دریای کلان همراه می شود. در آن طرفی دریای کلان ملک یخبار هست که آن را زنجیر کوه‌های یخی احاطه کردند. دریای سیاه تنگ قریب 20 کیلومتر بالاتر از ریزشگاه خود در مدت چندین عصر آخر یک وادی سنگواری به وجود آورده، خودش از پایانتر از بین ساحل‌های نو جاری شده رفته است. نشیبی تیز و راستی دره وادی را از عالم بیرونه پنهان می کند و این وادی در تمام این دره در میان بی سر و سامانی کوه‌های برهنه سنگی یگانه وادی، یگانه جای هموار است. این وادی سیاه تنگ نامیده می شود. نام سیاه تنگ به شرایط طبیعی این سرزمین خیلی مناسب می باشد. خرسنگ‌های فراز تیره بعضن چنان به هم دیگر نزدیک می ایستند که حتی به تگ دره پرتوی آفتاب هم رسیده نمی تواند. کوه سنگ‌های سیاه و خاکی رنگ در زمستان با برف پوشیده می شوند. برف تمام پیره ها را می پوشد. در بهاران همیشه آواز پرهیبتی افتادن ترمه ها شنیده می شود. در تابستان هوا چنان گرم می شود که حتی نفس گرفتن مشکل شده می ماند. فقط در تیر ماه موسم روزهای پربرکه و فراوان سر می شود. مردمان این وادی به یک چند طبقه ها تقسیم می شوند. طبقه عالی ترین طبقه شاه ها بود که خانها و حکمداران اینجا به آن تعلق داشتند. طبقه دوم سید ها بودند که اینها خدمتگاران و نوکران خدای زنده بوده پیرها و خلیفه ها نامیده می شدند. غیر از این در هر یک جهه جانشینان خان زندگی می کردند که این گونه کسان از طبقه میرها بودند. طبقه چهارم اکابر نامیده می شد که سلاح و سپاهداران خان را تشکیل می کرد. نهایت طبقه آخرین رعایا و فقرا، دهقانها و رنجبرها بودند که در زمینهای پرسنگ کار می کردند و ثمره رنج خود با حاصلات گندم، جو، ارزن، نخود و با میوه های خشک تمام طبقه های در بالا ذکر شده را تأمین می کردند. خان سیاه تنگ در وقت آخرین بار سیاه تنگ را اصلاح کردن یخباری ها مرده بود. به جای او پیر حکمرانی می کرد. اما حکمرانی این طبقه ها در کوهستان دوردست هم ابدی نماند. خبر رسید که بالشویک ها با یاری خلق کمبغل پادشاه را از تختش فراوردند. در والاست حکومت را فقرا به دست خود گرفتند. فقرایی را که پیر تا حال به بوسیدن بری جامه خود هم راه نمیداد، حالا صاحب حکومت شدند. سیاه تنگ از جهت اداروی و مأموری به مرکز سویتی به والاس تابع بود.
در قشلاق‌های طرف سویتی زندگانی نو سر می‌شد. اما هنوز حدودی دولتی بسته نشده بود. سالهای اولی برپاگردیدن حکومت سویتی از سبب کم بودن کادرها والاست نمایندگان خودش را به دره‌های خلوتی تدقیق نشده کوهستانی بلند فرستاده نمی‌توانست. هر کسی که از سیاه‌تنگ بیاید و چیزی که گوید به سخنانش باور می‌کردند و با خبر آن که در سیاه‌تنگ هم حکومتی سویتی برپا گردیده است قناعت می‌کردند. عسکری قطاری الکساندر مدویدوف بعد از تمام شدن جنگ خواست در کوهستان زندگی کند. او با سپارش والاست به سیاه‌تنگ آمد. جوانهای دیه از آمدن او خرسند بودند، خصوصا کمبغل پسر بختیار. اما بعضی از بایها و ملاها نمیخواستند که وی در آنجا ماند، چون که همان وقت در سیاه‌تنگ وظیفه نماینده حکومت سویتی را دست نشانده سیدها و میرها سفر علی عزتبیک اجرا می کرد. عزتبیک خود را رئیس کمیته انقلابی، رئیس شورای جماعت و رئیس بلشویک ها می نامید. در عمل باشد تمام کمبغلان سیاه‌تنگ از جبر و ظلم وی به تنگ آمده بودند. مدویدوف قشلاق به قشلاق گشته از بین اهالی به رئیسی جماعت آدمی اعتمادناک می جست. نامزدی بهترین به رئیسی جماعت بختیار بود. با کوشش‌های زیادی مدویدوف بختیار را رئیس جماعت انتخاب کردند. خودی الکساندر را باشد خلق جانشین رئیس انتخاب کرد. در یکی از روزهای گرم اولی تیر ماه یک گروه مردها در پیش قلعه خان جمع شدند. قلعه با مرور زمان ویران شده، از آن فقط 4 دیوار سنگی بالای اندازه کرده شده و یک چند برج سیاه باقی مانده است. در بین برج و کوهتری سنگی راست یک سراخی تنگ است که تمام زندگی اهل سیاه تنگ به آن وابسته می باشد. از اینجا ناوه های نیم پوسیده یگانه جویبار دیه می گذرد که تمام زمین های دیه از آن آب می خورد. نماینده حکومت سویتی مدویدوف، اهل دره او را شاپیر می نامیدند، و رئیس جماعت بختیار مصلحت کرده قرار دادند که برای درستر آبیاری کردن زمین های بیکار خوابیده با قوه اهل دره از جوی اوله پایانتر جوی نو گذرانند. برای این کار کوه سنگی را که در بالای آن برج می ایستاد گرفته پرتافتن لازم می آمد. اینک مردمی بسیاری از 4 طرف خارهای خوش شده را آورده به اطراف سنگ می گذاشتند. بختیار اکنون بس است. همه‌تان از دست سنگ دور روید. آتش می دهیم. همه با پایان تراشیر خداداد تستر خودت هم تستر فرا بختیار. خودت هم تستر فرا. همه با پایان فرا. شاپیر به خارهای توپ شده نزدیک آمده آنها را درگیراند. آتش به زودی همه جا را فرا گرفت. بابا کلان در بالای سنگی به آتش چشم دوخته می نشست. زبانه های بزرگی گلخن خود را به هر طرف زده برج را از نظر پنهان می کند. فقط گاه گاهی سنگ های سیاه آن نمایان شده می مانند. مردم به کناری رفته به خوراکخوری نشستند. شاپیر، تو هم البته گرسنه‌ای. مگر تو برای ما هم نان و پنیر داری ها؟ احتمال او در تک پوستینش یک پارچه گوشت روغنین داشته. من ندارم. اما بختیار برای ما همه چیز را دارد. او که حکومت شوراست و ما را به اینجا جمع کرده است، البته باید غم ما را هم خورده باشد. بختیار، تو نان، گوشت و پنیر داری؟ دارم.
اکنون من همه چیز را دارم. گوشت نان نباشد چی ضرر دارد؟ آفرین. من این پنیری با توت آمیخته را میخوریم. کنی مرحمت گیره تا. منم میبینی شاپیر به زودی حاصل را میغم داریم. خوش. غله امساله کم میشود. در زمستان گرسنگی میشود. نه برادر، اکنون خوف گرسنگی نیست. جویباری نو را که کندیم غله مال فراوان می شود برادر. بعد یک سال. اما امسال چی؟ امسال امسال با خداداد رحمت گفتن در کار که خطی مرا به والس رسانده است. اکنون کم ماند برادرها. به نزدیکی کاروان آمده میماند و آرد و دیگر چیزهای در کاری را می آورد. اون چرا که کاروان آورده ایستاده است تو حتی در خوابی شب هم ندیده. ای شاپیر هنوز آمدن و نامدنش معلوم نیست. خوش. از جانب روس‌ها تا حال به کوهستان ما هیچ یک کاروان نآمده است. من به تو به حکومت شورا کار کرده ایستادم. خوش. اما تو بغیر از وعده خوش هنوز چیزی نداده ای. گوش کن. حکومت شورا حکومت خود شمایان است. حکومت من و تو برای من کار نمیکنی که؟ تو آدم خوب هستی. چشمانت روشن است. از چشمانت راستگوییت نمایان. ببین من برای تو کار میکنم. همه ما کار میکنیم مگر شکمی تو سیر است. و تو میگویی که حکومت ما خوب است. اما وی به ما چی داد؟ ای برادر برداشت کن قراشیر. اگر خوب کار کنی میدهد. ای شاپیر بلکه تا آمدن کاروان از سوداگر به نسیه غله گرفتن ممکن باشد. بعد گردانده میدهیم. های تو باز درباره سوداگر به من گپ میزنی؟ مگر میرزا هور حق شما را کم خورده است؟ نصف قشلاق از وی قرضدار است. وی باز فرصت میجوید که شمایان را از نو به دست افشاند. بابا کلان که از دور سخنان اینها را میشنید خود به خود میگفت: انا تشویش، انا ناراحتی. این تشویش مثل یک بیماری گذرنده به سر خلق من آمده مان. این تشویش مثل یک بیماری دهشتناکی در عالم میگشت، از یکی به دیگری، از یک طایفه به طایفه دیگر، از یک خلق به خلقی دیگر میگذشت. تمام عالم به این بلا مبتلا شده از عقل بیگانه گردیده است. تا حال مرحمت خدا به خلق من فراوان بود. خدا از روی مرحمت خلق مرا به کوه‌های بلند جا داده است. خدا به واسطه یخ‌هایی که سر به آسمان کشیدند، به واسطه برف‌هایی که شدتی گرمی آفتاب آب نمی شوند، به واسطه کوه‌هایی که آدمی ذات از بالایشان گذشتن نمی تواند، ما را از دیگران جدا و حمایه کرده است. فقط پیرهه های تنگ را باقی گذاشته است که از بالای آنها تنها خود ما را رفته می توانیم. با این پیرهه ها به خاک ما آدمانی گوناگون هم می آمدند. احتمال برای یافتن خوشبختی می آمدند، لیکن آنها در این جایها نمی زیستند. یا می مردند یا پس می رفتند. اما اکنون این بیماری به سر خلق ما افتاده است و همه چیز
مثل برج قلعه من و ایران و فترات شده ایستاده است. قراشن باش دم گرفتی ها؟ اکنون خیز. همه تا خیزتان برادرها. آتش پس شده ایستاده است. اکنون آنها را با کلتک ها به 4 طرف پهن میکنیم. بگذار آتش در گرداگردی خرسن درگیرد. باش میانه آن را که در نزدیکی خود برج است از آتش تماما تازه کردن در کار. خوب تفسیده است رفیقان عزیز، خوب تفسیده است. بختیار کس من و تو با پیشی ناوا می رویم. وقتی که آب را سر دادیم احتیاط شوید که بوق شمایان را نسوزاند. یعنی رفتیم بختیار. باش اهل دیه گلخن را احاطه کردند و با کلتک های دراز آتش را به کنارهای خرسن که برج در بالای آن می ایستد جمع می کردند. شاپیر و بختیار به طرف ناوه‌ای که در رو بروی برج واقع بود روان شدند. سر آب را چنان به تیزی گرداندن لازم بود که آبی خنک جوی یک باره به بالای خرسنگ تفسان ریزد. شاپیر تمام انجام‌های درکاری را پیشکی تیار کرده مانده بود. همین که میانه خرسنگ تفسیده را تازه کرده شدند شاپیر فرمان داد همتان از سنگ دور شد! دور شد! بختیار و شاپیر با چالاکی از تگ ناوه سنگی را که آن را نگاه می داشت یک باره تیله داده فرستادند. شلاله آب که از بالا بروی خرسنگ تفسان می ریخت در بین بوخها گم شده می رفت. شاپیر در حسابهای خود خطا نکرد. سنگ 2 تقسیم شد. لحظه حل کننده کار می رسید. شاپیر با بختیار 10 دانه قطی های خشکی با بارود پر کرده شده را آورده و درون خرسنگ ماندند. شاپیر به هر یک کدو پیلته های دراز گذاشت که آنها در صورت پی در هم درگرانده شدن یک باره ترک. بعد به همه امر داد که دورتر رفته در عقب سنگ ها پنهان شوند. همه پنهان شدند. شاپیر به تیزی پیلته های باروت را درگیراند. اهل دیه که در پس سنگ ها پنهان بودند از شاپیر خواطر شدند. شاپیر! آی شاپیر گریز حاضر میادل کرد! اما شاپیر دلیرانه ایستاده وقت را حساب میکرد. او به سوراخی بین برج و نشیبی کوه نگاه کرده یک باره کرخ شده ماند. وی در پس سوراخی بناگاه 2 چشمان سیاهی را دید که با دقت به وی نگاه کرده می‌ایستادند. آی کیست در آنجا؟ چشمان سیاه همان دم ناپدید شدند. شاپیر بسیار ملاحظه نکرده با چند جهش خود را به آن طرف برج گرفت و در آنجا پنهان شده ایستادن یک دختری ناشناس را دیده به نزد او رفت. دختر از ترس خود را دور کردنی شد، اما شاپیر که او را از کتفش سخت داشته بود سر نداده فریاد کرد. کجایی؟ دیوانه با کجا؟ دخترک با یک خشمگینی غیر منتظر خواست که مقابلت کند، لیکن شاپیر او را با 2 دست بالا برداشته از برج دور برد. دخترک مثل گربه وحشی خنجال میکشید و دستان شاپیر را میگزید. آنها همین که به عقب یک توده کلان سنگ ها رسیدند برج ترکید. سنگ‌ها از بالای سری شاپیر ویژاز زده به هر سو می‌ریختند. پس از خاموش شدن ترکیش شاپیر به دستی از خراشا خونالود شده خود نگاه کرد و خشمگینانه به دخترک روی آورده گفت: این چی کار کردگیت؟ مگر دیوانه شده ای؟ دختر جواب نمیداد. به نزد آنها اهل دیه جمع شدند. شاپیر پایهای زخمدار شده، گیسوانی پریشان و لباسای دریده دختر را از نظر گذراند. دخترک مثل حیوانی درنده بدان افتاده می نشست. او از آواز ترکیش بی نهایت ترسیده بود. مگر دیوات را به اینجا آوردند؟ رفیقان، کدامی از شما این دخترک را میشناسد؟ آی دخترک، تا کی خاموش میشینی؟ بین چقدر چرکین و گردآلود شده ای. اگر گربه گرسنه تو را لیسد سیر میشود. اینجا بیا. احتمال گرسنه باشه ها؟
خوراک کردن میخوای ها؟ بختیار کنی رفتن نان و پنیر بیار. اوی بزغاله نترس. در اینجا هیچ کس تو رو آزار نمیدید. کنی گیر خور نترس. دخترک به اطراف خود یک نگاهی بی اعتمادانه انداخت و پنیرها را گرفته حریصانه خوردن گرفت. شاپیر با احتیاط دستش را به بوجلک پای ورم کرده دختر رساند، اما او پایش را زود کشید. گویا یگان 2 ساعت با پلنگ مبارزه کرده باشی. ضرر ندارد، صحت میشوی. راه گشته میتوانی؟ کنی از جات خیز. آفرین. استا دخترکه ایست، با کجا میگریزی؟ شاپیر این دختر احتمال دیوانه باشه. معلوم میشود که او خیلی سختی ها کشیده است. برادران امروز کار ما تمام شد. اکنون وقتی خانه به خانه رفتن است. دختره از مایان نترس. بیا همراهی ما بیا میرویم. دخترک گویا برای گریختن فرصت می جسته باشد، با پیرهی وسیع به طرف دیه رفتن گرفت. سر و لباس دخترک از سر و لباس زنان اینجا فرق می کرد. چشمانی رمنده، چهره لطیف و زیبا اما رنجور و چرکالو دیبای دقت همه را به خود جلب می کرد. وقتی که به خانه بختیار نزدیک شدند، شاپیر به مردم مراجعت کرده گفت: رفیقان، با دخترک مثل یک حیوان در رنده نگاه کردن خوب نیست. ممکن است که از ترس گردکف شود. آن وقت به یکی جوابگر می شود. ما او را به نزد مادری بختیار می گذاریم. بگذار خوابده دم گیرد. بعد خودی بختیار از نام حکومت شورایی با وی گپ میزند. اکنون هر کس به خانه خود. اهل دیه خواهم ناخواهم پراکنده شدند. شاپیر دختر را به حولی گرفته درآمد. بختیار با گلریز بگو که آب گرم کند و یک پارچه چربو را هم داغ کند. دخترک رو معالجه کردن در کار. خوب شده است. اکنون ما تو را معالجه میکنیم. دست رویت را میشویی. با این نزدیکی ها حتی دست رویت را شسته بودی یا نه؟ بعد شیر میخوری و میخوابی. نترس بزغالچه، هیچ کس به تو دست نمیرساند. کنی؟ به من یک نگاه کن. از من چی میترسی؟ تو گپی مرا نغز میفهمی اما گپ نمیزنی ها؟ تو یخباری نیستی؟ نه، مگر به یخباری مانند هستم؟ مگر تو از یخبار آمده ای؟ نمیدانم مادرم با کجای رفت است. من روغن آب حاضر گرم میشه. خوب شده. شاپیر دیگر چیزی نگفته به تبابت جراحت‌های دخترک مشغول شد. دخترک مقابلت نکرده دستان خود را به او واگذار نمود. بعد فرصتی در جای نشستش خوابش برد. شاپیر او را با احتیاط برداشته به خانه درآورد و بالای کراوات خواباند و خودش با بختیار تا دیر وقت صحبت کرده نشستند. سحری دخترک خوابهای حالانگیز دیده بیدار شد. در کجا؟ یا اینکه باز خواب دیده استادم؟ من این خیلی دیوارهای سفید را هیچ ندیدم. زمین خانه هم از تخته. روی تخت را با چی تازه کرده باشم؟ دیوار را 4 کنجه کرده. سوراخ کردین که از آن به خانه آفتاب درآید. نه این خواب نه. دخترک با احتیاط از جایش برخاسته به نزد تریز آمد. در پیش نظرش درختان میوه، سبززار و خرسنگ‌های بلند می نمودند. در تک یکی از درختها کسی به نمد پیچیده می خوابید.
می شود که این همان آدمی کلان است که مرا به اینجا آورد. چی نو شده من باز به دست آدمان افتادم؟ با چی عذاب ها از دست عزیز خان گریختم و باز به دست افتادم؟ اکنون پرسش میکنند، بعد مجبور میکنند که کار کنم و در حقم هر گونه بدکاری ها را روا میبینند. ممکن است این مردی که خوابیده است مرا به خود زن کردنی شود، وگرنه برای چی مرا به خانه‌اش گرفته آورد؟ البته عزیز خان به اینجا می آید و اینها مرا به دست وی می سپارند. نه، گریختن در کار. هنوز که این مرد از خواب بیدار نشده است گریختن لازم. ای وای، کرده من کنی با تنی برهنه کجا هم رفتن ممکن است؟ حالا روز شده است، بهترش این که شبانه می گریزم. در گشاده شده به خانه مادری بختیار می درآید. دختری سیاه موی خوش، چی خواب دیدی؟ اکنون راهی گریز نیست. از من میترسی؟ مگر من خیلی واهمناک هستم؟ من هم دو دست و یک سر دارم. آمدم که به تو خوراک دهم. شما کیستید؟ من مادر حکومت شورا هستم. با من احتیاط شده گپ زدن در کار. تو حکومتی؟ من نه، پسرم بختیار حکومتی شورا. تو حالا در خانه او خوابیده ای. وی به تو بدی نمی کند. اکنون مرا نگفته جیغزن. خوب تو مادر داری یا نه؟ چرا خاموشی؟ من شبانه کرته تو را کشیده گرفتم و شسته به ارقم چین پرتافته بودم، مگر دیه ها آمده بردن که نیست. پگاهی هر قدر کافتم یافتن توانستم. خیر، آن کرته دریده کهنه به تاسف نمی ارزد. من کرته مرا بپوش. نه، آوازی آب از کجا می آید؟ دریای کلان از پایان می گذرد. جای استگی تریزه روان است. شاپیر این خانه را در جای انداخته است که تابستان هرگز گرم نمی شود. شاپیر کیست؟ آنه در تک درخت خوابیده است. او دیروز تو را به اینجا آورد. پسری دوست؟ نه، شاپیر عروس است، اما عمرش دراز شود. بسیار پسری خوب. بیا تا بیدار شدن او دستوریت را شوی. دلی دختر از نوازش های پیرزن آرام شد و مطیعانه از پس او رفت. پیرزن به وی امکان نداده خودش روی و گردن او را شست. بعد به تو کرته دختر میدهم دخترم. حالا دراز باشد هم کرته مرا بپوش. منه با این ریسمان میانش را بندیم کمی کتختر می شود. شانه موی هایت را شانه کن. من رفته شاپیر را بیدار کنم. وقتی که کمپیر از نزد او رفت، دخترک از دل گذراند. عروس. من تا حال عروس ها را ندیدم. باید خیلی آدمی بای باشد که برای خود این نو خانه دلکشا و باغی باصفا ساخته است. عجب خانه کلان و برهوا. مگر چشم عروس ها کبود می شود؟
مرا چیکار میکرده باشد؟ شاپیر با روی خندان از پهلو به دخترک نزدیک شد. دخترک یک قد پریده چشمانش را پایان کرد. سلام علیکم دخترک خوشروی. چرا نگاه کردن نمیخواهی؟ نامت چیست؟ عجب دخترکی وحشی بوده ای. دستت را با من ده. بیتار ما خلق روس علا همین خیل واخورده میکنیم. آفرین. شاپیر دستان دخترک را به درون کف خود گرفته گفت فشار ده، سختتر فشار ده. علا همین خیل واخورده کردن در کار. آخر تو که دخترک با قوت هستی. وقتی که از کوه تنها می آمدی ناترس بودی، اما حالا از من می ترسی. کنی به من نگاه کن. شاپیر نوازشکارانه کف خود را به بالای مویهای تری دختر گذاشت و روی هیجان آمیز او را به طرف خود گرداند. دخترک بی اختیار تبسم کرد. انا همین طور، از اول همین طور کردن در کار بود. بختیار؟ بختیار دیدی؟ دخترک تبسم کرده ایستاده است. زبانش را اندک هم باشد گرداندن نمیخواهد. نه این طور نیست. او هنوز کی بودن و چه خیل آدم بودن ما را نمیداند. به زودی از مایان نمی ترسیدگی می شود. کنی بزغاله؟ خوش؟ نام داری یا نه؟ دارم. پس نامت چیست؟ نامم به تو در کار است. نامی من نیسا. چرا مرا به اینجا آوردی؟ من از تو نمیترسم. هر نوکر از اینجا گریخته میرم. گریخته میروی؟ اگر خواهی گریز مرحمت. آن عذابهایی که دیدی احتمال برایت کم باشند. تو خیال میکنی که ما تو را در اینجا بازوری نگاه میداریم؟ هر وقت که خواهی رفتن گیر. برخیز به پیش آن ستال میرویم. کمپیر برای ما خوراک تیار کرده است. منتظری ماست. دیر مانیم خفه میشود. کنی راه گردی. شاپیر نیسا را بی پروا برداشته به طرف چنار بزرگ برد که گلریز در آنجا بود. نیسا در تحت تأثیر یک حسیات نوی اطاعت دلپرانه‌ای که تا حال آن را نآزموده بود به شاپیر مقابلت نمی کرد. شاپیر پسرم، وقتی که تو این دختر رو به اینجا می آوردی به خیالم یک فکر رسید. من خانه نداشتم، باغ نداشتم، اکنون خانه دار باغدار شدم. گاو نداشتم، اکنون به آن هم صاحب شدم. دختر نداشتم، اکنون شاپیر به من دختر هم آورد. شکر، اکنون همه چیز دارم. گلریز، شما اول از دختر پرسید کنی وای به شما دختر شدن را میخواهد یا نه؟ میگریزم گفته ترسانده ایستاده است. نه خب. شنیسا کنی؟ این را به زبان روسی سکامیکا میگویند. در زبان شما نام ندارد. اکنون بازانو نشستن بس است. بس کمیکا نشستن را یادگیر. کنی بیاشین مرحمت. شاپیر یکی از خرک ها را به نیسا نزدیک آورد. نیسا با ترس به نوک آن نشسته در حال پایهای خود را بته گشت. هنوز نشسته نمیتواند. باری اول وقتی که شاپیر اینها را ساخت من هم نشسته نمیتوانستم. در یادم هست. پایهایت را به حضور دراز کرده شین دخترم. شاپیر خودش از کوزچه به نیسا شیر ریخت. با مردان در یک جا خوراک خوردن زنان و به زنان خدمت کردن مرد برای نیسا چیزی عجایب می نمود. او فکر می کرد که اینها چه خیل حکومتدارهایی هستند که این خیل ساده زندگی و معامله می کنند. برای چی درباره دختر شوی سخن به میان آوردند؟ از این می براید که آنها نیسا را بعضی سخن گردانده دادنی نیستند. نه،
آنها هنوز از کجا آمدن او را نمیدانند. بهتر است که حالا در این باره چیزی نگوید. نیسا به شرمگینی غلبه کرده به خوراخوری سر کرد. گلریز یک شاه کاسه شوربای نخودی آورد و همه قاشقای خود را گرفته به خوردن شوربا مشغول شدند. چشم نیسا از یک چیز به چیز دیگر میگذشت. او به بختیار و گلریز هیچ دقت نکرده حرکت‌های شاپیر را از نظر میگذراند. در وقت خوراخوری شاپیر با بختیار درباره جویبار، درباره زمین‌هایی که باید در بین دهقانان تقسیم کرده شوند و درباره حاصل توت گپ زد و ناخواست از نیسا پرسید. نیسا، در آن جایهایی که تو زندگانی میکردیم امسال میوه توت زیاد است یا کم؟ باید بد باشد. نمیدانم. قشلاقی میده است. نام قشلاقت چیست؟ دو آب. ها، تو از دو آبی. دو آب از اینجا 3 در آن سوتر است. 4 روزه راه. گرچه که در آنجا نبودم اما آن قشلاق را میدانم. جای خیلی خلوت است. برای چی تو از آنجا رفتی؟ هم تو. دلم همین طور خواست. در آنجا پدر و مادر داری؟ نه. تو راست از دعا به اینجا آمدی؟ نه. باز به دو آب برگشتن میخوای؟ نه. حالا از آنجا گریخته آمده؟ نه. دعا جایی بد است؟ جای خیلی بد است. خیر بختیار، بیا با سر جویبار میرویم. کار را تمام کردن در کار. تو نیسا در خانه شین، با هیچ کجا نرو. اینجا برای تو بهتر است. گلریز، شما روزانه شکم دخترک را سیر کنید. خب بختیار، رفتیم. پس از رفتن مردها گلریز با کارهای خانه مشغول شد. نیسا کمی به کارهای او دقت کرده نشست و به تماشای باغ رفت. در باغ گردش کرد و به بلندی برآمده دیه را از نظر گذراند. خانه های اینجا هم خانه های دو آب برین. آدمانش هم همان خیلند. لیکن در اینجا همه چیز زیادتر و زیباتر است. دره وسیع‌تر، دریا سیرابتر، باغ‌ها سیر درخت، خانه ها و چارپایان زیادند. دین شاپیر در نزد قلعه چه خیلی فرماندهی کرد. او آدم پرزور است. همه به وی اطاعت میکنند. با زبان اهل دره گپ میزند، اما تلفظش کمچخیل، چون که او روس است. لیکن همه وقت با ذوق میخندد. کلانگری ندارد. عزیز خان هرگز خنده نمیکرد. در خانه عزیز خان هیچ کس نمیخندید. در عمرم اولین بار مرا چنین نوازش کردند. با عوضش از من چیزی طلب نمی کنند. شاید این فریب باشد. به اینها باور کردن لازم نیست، بلکه گریختن بهتر است. دکانی سوداگر میرزاخور. در دکان میرزاخور و کندیری در رو بروی سوداگر نشسته درباره نیسا حکایت میکرد. وقتا که من رفتم دخترک خوابیده بود. من او را از تیریزه دیدم. در عمرم یکمین بار در خراسان چنین دختری را به زیبایی دیده بودم. این دومین بار بود. دخترک چنان زیبا، همچون ماه 14 شبه، دلنشین و لطیف است. برای چی؟ به خانه ندر آمدی؟ اول کار را بجا آوردن در کار.
شکارچی پراندیشه هرگز تیر را از دور نمی اندازد. بیا نقشای کرته را بینیم. این مال یخبار نه، مال گرمیت است. میرزاهور تمام نقش و نگارهایی را که به دور گریبان کرته نیسا دوخته شده بود از نظر گذراند. میروی؟ میروم. اول به نزد رساله دار، بعد ارباب قاسم و بعد به نزد خودی عزیز خان را. شاید دختر و یا زنی یکی از آنها باشد. اگر از آنجا چیزی دسترس نشد اگر میترو. اگر صاحب دختر را یافتی به وی گوی کی او را آوردن کار دشوار است، اما به هر حال گردانده آوردن ممکن. اگر کسی مرا پرسد بگوی که برای مال آوردن رفت. کندیری از دکان برآمد و در دکان را گشاده ماند. در بالای علف ها در تگ درخت توت قراشیر ژولیده لباس می نشست. میرزاهور او را دیدن زمان از دل گذراند. البته افیون پرسیده آمده است، به وی افیون دادن در کار، اما در رو نیه. کمی گپ پرسیدن لازم. در تگ درخت نشسته ای، با من یگان کار داری؟ یک دو تا هم گپ زنم گفته آمدم. خب بسیار خوب، خوش آمدی. کنی بخیر، گپت چی بوده است؟ آر دارد یا نه؟ این آمدن از برای آرد بوده است. معلوم می شود که از آرد دادنی حکومت شورا ناامید شده، باز به نزدی من آمده است. نه، از من به وی آرد نمی رسد. از دور ایستاده گپ نزده، نزدیکتر بیا. قراشیر بیمیلانه به دکان در آمده بروی قالی نشست و با تکبر به سوداگر نگریست. خوش گوی کنی برای چی به تو آرد در کار شد؟ هنوز اصل را نخون داشتیم. اگر حالا نیم جوال آرد دهی، یک جوال گردانده می دهم. یک جوال کم است، 3 جوال. فایده را کلان کردن می شوی. نفست خیلی کلان است. هر کس برای نفس خود کوشش میکنه، اما هیچ کس تو بر این بد نفس و ناانصاف نیست. انصاف و مروت کار آدمانی خورده است، اما آدمانی کلان چنین نیستند. به همه انصاف و مروت کنی، بیا یک برده نان میمانی. نه، در بین آدمان کلان هم با انصاف و با مروت ها هستند. آها، خوش. کی بوده است آن کلان؟ مبادا شاپری شما نباشد؟ چه بدی شاپر را گفته میتوانی؟ مثلا دختری بیگانه را گرفته است. من این را نمیدانم. تو نمیدانی، اما دیگرها میدانند. یک دانستن گیرم به من چه؟ تو را با وعده های خشک به منفعتی این دنیا کار میفرماید، اما وقتی که شکمت گرسنه ماند به نزد من میفرستاند که رفته از سوداگر گیر. این هم انصاف شد. او مرا نفرستانده است. خودت آمدی؟ از وی نپرسیده آمدی؟ ها، برخلاف خواهش وی. این باعث شرمندگی من است، نه شرمندگی وی. شاپر تو را فریبگر می نامد و به نزد تو آمدن نمیماند. تو در حقیقت هم فریبگر هستی. من احمق
که به نزد تو آمدم. از هیچ چیزی تو امیدوار نیستم، از تو هیچ چیز نمیخواهم. قراشیر آتشین شده از جایش خیست. میرزاهور در حال فهمید که در این زمانه حتی دل این گونه آدم را هم رنجاندن از روی عقل نمی باشد و در حال دستش را برفچه‌ای که هر گونه میده چویده های عطاری چیده شده بود دراز کرده از درون یک قطی یک بسته خرد کاغذی برآورده خاموشانه به دست قراشیر داد. در روی قراشیر علامتی سراسیمگی و مبارزه پیدا شد. نه، در کار نیست، لازم نیست. قراشیر، نه ایستا به من نگاه کن. خوش، چی میگویی؟ خماری نشه که به کلت زد باز به نزد من نیامده به کجا میروی؟ آن وقت من نمیدهم. حاضر گیر. سوداگر بسته نشأتدار را به تگ پای قراشیر هوا داد. قراشیر خواست از بالای آن گذشته رود، اما باز ایستاد و قدری دودیله شده نشأه را از زمین گرفت و با یک حالتی گناهکارانه قدش را خم کرده از دکان برآمد. این دفعه هم میرزاهور غلبه کرده بود. او با استهزای تنتنناکی از عقب قراشیر نگاه میکرد و میخواست آتش غضب خود را فرو نشاند. در پیرهه پس سنگ‌های کلان زن قراشیر استخوان ماهی به وی منتظر شده می نشست. اهل دیه او را استخوان ماهی می نامیدند. نام اصلی او را کسی نمی دانست. وی زنی جوان بوده، روی درازش همیشه محزون و پرچین بود. چشمانی تیره باریکش همیشه به زمین نگاه می کردند. او در انتظار قراشیر بالای سنگ چنان بی حرکت نشسته بود که خودی او را از سنگ فرق کردن مشکل بود. مویهای سیاه و پریشان و ژولیده بر روی کرته چرکینش افتاده و انگشتانی در روی زانویش بی حرکت ایستاده وی بغیر از استخوان قاق و پوستی سیاه چیزی دیگری نداشتند. در خانه 8 کودکی نیم برهنه و گرسنه برای وی چشمدار بودند. حالا این زن امیدوار بود که شوهرش آرد می آرد، اما وقتی که قراشیر با دست خالی برگشت روی لاغری زن از غضب و ناامیدی یک نمودی دهشتناکی گرفت. نداد. برای چی نداد؟ چی گفت؟ گفت که برای تو بر این آدم ها آرد میدادگی ندارم، ضرر ندارد. من هم به او چنان سخنان تأثیرناک گفتم که به این زودی از یاد برآورده نمیتواند. بازاری تولا یگان چیز گرفته نمیتوانی. خیلی کلان گیری و به توا شده ای. با آدمی گرسنه کلان گری چی در کاره؟ از گرسنگی جان دادن بچه هایت را میخواهی. به خانه رو، من خودم رفته آرد میبیارم. قراشیر اطاعتکارانه به طرف خانه اش رفت. او فقط درباره خلطچه کوکنار که در بغلش بود فکر میکرد که بعد از خوردن کوکنار از همه علاقه ها و غم و غوسه های دنیا آسوده شده دنیای بخت و سعادت را خواهد دید. در آن عالم نشسته با دختران محلقا که به این زنک قاقی بددهان اصلا مانندی ندارند هم صحبت خواهد شد. استخوان ماهی باشد به نزد میرزاهور رفته بازاری و تولای زیادی 2 دانه نان قاقی نخودین گرفت.
نیسا که در باغ سیر و گشت می کرد این آواز را شنیده در پس درختی پنهان شد. نه، او از این آواز نترسید، برعکس تمام روز آمدن این مرد ناشناسی مهربان را منتظر بود. انا او آمده ایستاده است. نیسا کجایی؟ در کجا پنهان شدی؟ نیسا در تن کرته دراز گلریز به پیشواز شاپیر روان گردید. کاش که خودت را میدیدی، با خویسه مانند شده ای. ای نیسا، وقتی اوقات خوردن شد گرد. نه نه تو این کرته رو از کجا یافته به این دادی؟ او در این کرته خودی چوجایی به خلطه انداختگی بر این است. نمیدونم، روزی دراز او رو دیدم. نیسا میام بندت کنی، گم کردی مگر؟ نه، با این ریسمان میانت را بند. زودتر رفته دست رویت را شسته بیا. نیسا اطاعتکارانه به طرف جوی می رود. از خانه بختیار می براید. بختیار، حیف که احوال عروست را ندیدی. شاپیر، تو هزل میکنی. اگر کسی شنود باور میکند، بعد ما از تگی گپ نمی براییم. همه خواهند گفت که رئیس جماعه زنی مردم را گریزانده آورده. کجای آن زن است؟ هنوز چشم گشاده دنیا را ندیده زن شد مگر؟ او دخترچه است. نه، دختر نیست، زن است. با تو معقول بر این می نماید، نه؟ راستش را گوی. اگر تو او را بزنی گیری چی بدی دارد؟ البته موافقی قانون شورایی. تو اکنون باید 20 ساله شده باشی. قدرت اندک پس باشد هم، اما خودت شاد و آتش میجاج هستی. نیسا گیسوانش را بافته پاکیزه تر و تازه شده آمده نشست. کنه نیسا شوربا خور. نه، من توت خورده سیر شدم. نه شما اقلا کرته رو اندک تنگ و کوتاه‌تر کرده پوشانید. کرته من کجاست؟ او را یماخ کرده پوشیدن ممکن است کو؟ نه شما آن را هنوز نیافتید؟ نه نیافتم. پری ها بردند. شاید پری خودی تو آمده برده باشد. نمیدانم این علامت خیر است یا شر. گلریز، شما مگر یقین میدانید که نیسا پری دارد؟ شاید کرتش بجای افتاده باشد. من کرته را در ایوان آویخته بودم. از کجا بجای می افتاد؟ هوا تاریک بود، احتمال اژدری کلان از آب برآمده باشد. حاضر کرته در شکم اژدری کلان بودگیست. بلکه کرته را یگان جانوری باز هم بدتر برده باشد. از اژدری کلان بدواهیمتر جانور نمی شود. از کجا میدانی؟ میدانم. تو آن را دیده ای؟ ندیدم. اگر بینم همان دم زهره هم میکفد. هر کس اژدری کلان را بیند همان زمان گردکش شده نشویم. همه این گپ ها افسانه است بختیار. خصوصا به تو گفتن این گپ ها عیب است. اژدر را هیچ کس ندیده است و هیچ کس از آن نمرده است. راست میگوید. این گپی نادرست است. تو از کجا میدانی؟ من بلکه بودگیست، اما باز تو بهتر میدانی. برای چی من بهتر میدانم؟ چون که پیرها این خیل چیزها را بهتر میدانند. مگر من پیر هستم؟ تو نه فقط پیر، بلکه شاه پیرها میباشی. شنیدی بختیار، شنیدی کی بودنی مرا فهمیدی؟ میدانی نیسا، این از شرافتی لقب من است. میدانی چون یک کلمه روسی هست، ماشینا. این مثل عربه کلان لیکن به اسب میگردد، با بنزین. بالا کسی که آن ماشین را میراند شفیار میگویند. کسب من هم شفیار است.
روزهای اولی به اینجا آمدنم بابا کلام پرسید که کسی من چیست. من شفیار گفتم. بعد او به من شاپیر لقب ماند. با همین من شاپیر شده ماندم. ماشین چیست فهمید نیسا؟ نه نفهمیدم. ضرر ندارد. وقتش می آید و تو همه این گپ ها را به خوبی می فهمی. روزی دیگر از همه بر وقت بختیار بیدار شد و به طرف جویباری که می کندند روان گردید. در سر راه به خانه های دهقانان در آمده آنها را بیدار می کرد. از نزد خانه قراشیر گذشته ایستاده از زنش پرسید: قراشیر در خانه؟ در خانه است، اما بیهوده آمدی. امروز کار کردن نمیتوانم. برای چی؟ در آمده بین؟ بختیار به خانه در آمد و همان دم بوی مست کننده افیون به دماغش رسید. در کنج خانه قراشیر مست میخوابید. پس تو کجا بودی؟ مگر من میدانستم؟ از کجا یافته است؟ نمیدانم، هیچ چیز را نمیدانم. وقتی که عقلش در آمد به وی گویی که از زمینی نو امیدش را کند. چرا امیدش را کند؟ نمیدیم. زمین برای بنگی و کوکناری ها نیست. ما با امید زمین نو بهار نکاریدیم. قراشر وقت خودش را به کندن جای نو صرف کرد. تو از نام حکومت به ما زمین نو وعده کرده بودی. بختیار از غضب خودداری کرده نتوانسته راست به دکانی میرزاهر رفت. افیونات کجاست؟ اینجا بیار. من افیون ندارم. خیلی وقت است که من فروش آنها را بس کردم. نداری؟ دروغ میگویی خانه خرابی پدر لعنت. اگر بریزاگی خودت برآورده ندی خودم کاخت میابم. پیش از آن که میرزاهر چیکار کردن خود را معین نماید، بختیار برفچه ها نزدیک شده هر چیزی که در آنها بود به زمین پرتافتن گرفت. هنگامی که یک توربچه افیون به دستش افتاد تازان به طرف دریا دوید. میرزاهر کارد به دست از پسش دوید، اما بختیار پیش دستی کرده افیون را به دریا پرتافت و برای خودش رفتن گرفت. دوست پدر لعنت، اکنون از جانت دست شوی. الهی مردد نصیب خوگ و سگ مورو مار گردد. وقتی که بختیار به قلعه رسید همه مشغول کار بودند. وی حرکت میکرد که به چشم شاپیر ننماید، اما خود شاپیر به نزد او آمد. بختیار چرا اینقدر دیر آمدی؟ اندک کارم بود، اکنون خوب شد. چرا امروز قراشر نیست؟ او دیگر کار نمی کرده است. من قرار برآوردم که به قراشیر زمین داده نشود. تو این را جدی گفته ایستاده ای؟ البته جدی. برای چی زمین بدهم؟ او فریبگر است. آرام شو. برخلاف حکومت شورایی رفتار میکند. چه کرده است؟ افیون کشیده پریده خوابیده است. نخواد. افیون را از کجا یافته است؟ سوداگری بلازدگی داده است. خوش. البته افیون کشیدن قراشر کاری خوب نیست، لیکن تو باید این گپ را دیگر نگویی، مگر او را خوبی زندگانیش به این کار وادار کرده است. او کم بغل ترین اهل دیه است و تو او را از زمین محروم کردن میخواهی. افیون را به وی میرزاهر داده است، پس تو جنجالت را با وی کن. بختیار، ما همه کارهای سوداگر را به تحت نظارت میگیریم. معلومات های در کاری را جمع کرده وقتی که موردش آمد به مجلس عمومی دیه معلوم میکنیم و مسئله میگذاریم که او را از دیه رانده شود. تو به این راضی هستی؟ من به همش راضی. روزی بختیار قدقد جویباری نو رفته ایستاده از دل میگذراند. وقتی که به این جایها آب جویبار روان می شود، در این زمین خالی و خراب کشتزارها سبزیده، باغها گل خواهند کرد. این جایها دلکشا و فرح فزا خواهند شد. دیگر از گرسنگی ترسیدن لازم نمی شود. فقیران دیه زمین های سیراب
و پر حاصل گرفته به زندگانی آسوده و سیروی پوری میرسند. عجب نقشه خوبی کشیده است شاپیر. بختیار لبلبی دریا رفته درباره نیسا نیز فکر می کرد. از آن روزی که نیسا در خانه ما پیدا شده است زندگانی گویا دلچسب تر شد. هنگامی که با کار می روم مرا قوای نهانی و طرف خانه می کشد و من زود به خانه برگشته نیسا را دیدن می خواهم. در دل بسیار گپ‌ها دارم، اما همین که او را دیدم زبانم لال می گردد و هیچ چیز گفته نمی توانم. شاپیر تمام شب با نیسا گپ زنان کرده می نشیند. نیسا هم از وی نمی رود. چخیل بعد از مردن مادرش در دست خالش ماندم، به بچه های وی نگاه بین کردم و ثانیش چخیل خالش او را به یک قدح افیون فروختنش را به شاپیر حکایه کرده داده است. عزیز خان خواست از او را زنی خود کند، ولی وی از جان بیزار شده خود را به دهانی سنگ کلان دریا که وی را آدمان دهان اژدها می گفتند پرتافته است و با روش آب به دیهه ما آمده مانده است. شاپیر با او مثل دخترچه خردسال معامله می کند. دیروز دخترک را چی می کنیم گفته پرسم، بگذار زندگانی کند، اولین خانواده سویتی تشکیل می دهیم میگوید. با این وی چی گفتن میخواسته باشد؟ احتمال او خودش نیسا را به زنی گرفتن میخواهد. به حاصل غنداری روزهای بشمار مانده بود. شاپیر به دفترچه‌اش کیمچی ها را نوشت و به گلریز گفت. گلریز امسال حاصل مزه ندارد. من حاضر حساب کردم اگر از همه حاصل برای تخمی به قدری در کار نگاه داریم برای خوردن چیزی نمیماند. اگر حاصل امساله را خورند برای کش دانه نمیماند. آن وقت در بهاران احوال چی می شود؟ ما که سیب، زردالو، نخود داریم بیگندم زندگی کرده می توانیم. این را تو میگویی، ولی کسانی هستند که سال دراز در آرزوی خوردن نان بودند. ها آخر تو کاروان می آید گفته بودی کو؟ کاروان آرد می آرد نه گندم. آدمان گرسنه به آمدن کاروان منتظر نمی شوند. به فکر من تا آمدن کاروان بگذار به غلت دست نزنند. نیسا فکری تو چیست؟ من چی میدانم؟ ای دخترک ترسانچک، ما به نزدیکی تو را به شورای جماعت انتخاب میکنیم. خیر، من باز یک بار دیگر کشتزارها را دور زده برایم. شاپیر به طرف کیشزار روان شد. پس از کمی نیسا نیز به طرف باغ رفت. وی در آنجا اسم رستی برای شاپیر پای پاک می بافت. در پس دیوار در عقب سنگ‌های کلان کسی خوابیده بود. این آدم روز دوم است که نیسا را می پایید. نهایت امروز وقتی که شاپیر و بختیار برآمده رفتند و دخترک تنها ماند به نزد او آمد.
السلام علیکم دختری چشم سیاه. شاپیر در خانه است؟ نه، بختیار چی؟ وای هم در خانه نیست. آنها به من خیلی در کار بودند. اندک ایستم بلکه بیایند. او پیپاقت خیلی خوش رو میبراید. نه، کجایش خوش روی؟ من هنوز بافته نمیتوانم. نه، بسیار خوب میتوانی. من شنیدم که تو از کوه گریخته آمدی. ها؟ اینجا وقتت خوش است؟ خوش است؟ البته خوش می شود. شاپیر آدم خوب است، بختیار هم این چنین. از سایه مرحمت آنها همه ما نغز زندگانی می کنیم. اینجا زندگانی مثل یخبار نیست. چرا یخبار؟ از بس که من هم پیش از این در یخبار زندگی می کردم. من از آنجا رفتم. اگر تو آنجا را دیده باشی البته چگونگی شرایط آن طرف ها را می دانی. تو از یخباری؟ من یخباری نیستم. اهل یخبار مردمی خوب نیستن. من هم آنها را بد می بینم. البته در اینجا هم آدمانی نیکوکار هستند. در اینجا یک آدم هست، او هم از آنجا آمده است. کی باشد وی؟ یک سوداگر، نامش میرزا هور. شنیده ای؟ نه، نشنیدم. خیلی آدم مهربان است. همه مایان را مدد رسانده میستد. من یک سرتراشی بی خانه و بی جا و فقیر بودم. وقتی که به اینجا آمدم به من جای داد، لباس داد و از من چیزی طلب نکرد. چنانکه که شاپیر به تو خانه و جای داده باشد او هم به من همین معامله را کرد. پیپاق را برای شاپیر میبافی؟ نه، همین طور یاد میگیرم. پشم داری؟ پشمی خوب ندارم. میدانی میرزا هور پشم خیلی خوب دارد. او آن پشم ها را برای خود خریده است، اما کسی نیست که برای وی پیپاق بافد. اگر خواهی من از وی پشم گرفته میارم. با وی پول دادن در کار است، ولی من پول ندارم. با وی پول چی در کار؟ نیسا کلوله های ریسمانی رنگارنگی پشمی را تصور می کرد. پیپاق های دراز زیبا را در پای شاپیر به نظر می آورد. نه، چرا مفت گیرم؟ راست میگویی که ریسمان را از سوداگر مفت گرفتن درست نیست، اما در اینجا گپ دیگر است. به سوداگر یک آدم در کار است که وی پیپاق نغز بافته دهد. اگر تو قبول کنی وی ریسمان را آورده میدهد. یک جفت برای وی میبافی، دیگرهایش را برای هر کسی که خواهی. من هنوز نغز بافته نمیتوانم. ترسیدن تو بیجاست. من از کار سرگردگیت هنری تو را دیده ایستادم. دیدت بسیار با دقت، نقش و نگارهایی که انداخته زیبا و بجا. بیا من تو را به نزد سوداگر برم. دکانش نزدیک، تا آمدن بختیار رفته میایی. اگر کارت به سوداگر معقول شود او به تو باز سپارش های دیگر هم میدهد. این هم البته بیموز نمی شود. نیسا با همراهی کندیری به دکان میرزا هور رفت. سوداگری مکار به وی هر رنگ ریسمان ها داد. کندیری باشد برای مویش پوپک سرخ، گردنبند قیمت بها، کرته سفید گریبانش چاک دوزی کرده شده و دوپی زردوزی هدیه کردند. نیسا خرسندانه باز با همان راه به باغ برگشت. در مابین خرسنگ‌های سیاه یک میدانچه خردی به وجود آمده بود. ساکنان دیه از جویبار خاک کشانده زمین آنجا را هموار کرده برای غله کوبی تیار نمودند.
سیاه تنگیان هر پگاه بندهای غله را به مرکبها بار کرده به این میدانچه می آوردند. در میدان قراشیر و یک چند سیاه تنگی ها منتظری غله کوبی می نشستند که به آنها ایساف نزدیک شد. کندری از یخبار برگشته است. خوب شده است. مگر در کوهستان بلند باز یگان حادثه نو روی داده جنگ سر شده است؟ شاید کندری درباره به این طرف ها آمدن خلیفه خبر آورده است. شاید خلیفه آمده تمام قرض سیاه تنگیان را طلب می کرده باشد. خوش بگو ایسوف، مگر یگان گپ نوشته است؟ عزیز خان را میشناسی؟ کی عزیز خان را نشنیده است و یا نمیداند؟ او خانی اخبار بود. و حاضر هم خانی اخبار است. تمامی اخبار در تحت اطاعت و فرمانی او است. ای رای شهرهای کلان از جهه او میگذرد. خواهد راه را میبندد، خواهد میگشاید. عزیز خان این بهار زنی جوان گرفتنی شده است. از کوهستان ما یک دختر زیبا را انتخاب کرده، او را به 40 تنگه خریده. دخترک در خانه وی چند وقت زندگانی کرده است. نامش نیسا بوده است میگویم. چه گفتی؟ نیسا؟ وای دخترک نیمی؟ بلی خودی خودش. یه لعنتی خدا بیخبر از خانه عزیز خان گریخته به این طرف آمده است و ما احمق خواهم او را به دیهه خود راه دادیم. فهمیدی؟ ای عزیز خان در اینجا بودنی نیسا را شنیده به غضب آمده است میگویند. احتمال عزیز خان دخترک را به خانه خود راه ندهد و ای را طلاق کردگیست. هر چی کرده باشد هم اول به دست خود در آوردن میخواهد، بعد با زنی بی وفا و خیانتگار خودش هر کاری که کند خودش میداند. ای میدانی ما باید زن را به صاحبش سپاریم. شاپیر هرگز راضی نمی شود. حاضر زمان دیگر است. شاپیر نامعقول کرده. مگر ما به هم گپ‌های یک آدمی بیگانه؟ او آدمی بیگانه نیست. در هر کار خیریت ما را میخواهد. نه او خیریت خودش را میخواهد. نفسش بسیار کلان است. نه این گپ نادرست. بله من هم میگویم که این گپ نادرست است. این گپ ها را گفتنی تو عیب است ایساف. وقتی که تو خدمتکار پیر بودی هر روز به شکمت لگت میزدن. وقتی که من به سیدها پارو کشی میکردم به من سنگ هوا میدادن. حالا که مرا زده و یا یگان سخن سخت گفته میتواند؟ در این کارها بغیر از شاپیر کی به ما مدد کرد؟ 3 سال است که او در اینجا زندگانی میکند. برای خود چی کرده است؟ برزگو، اسب و یا مرکب خریده رمه درست کرده است؟ باغات خریده است؟ او هم مثل ما ناتوان و بی چیز است. او هم مثل ما با شوربای نخودی زندگی میکند. یا بختیار را بگیریم. عجب نیست گویی که او خانه دارد، گاو دارد، باغ دارد. خوش مگر این بد است؟ آخر بختیار کم بغل ترین بچه دیه بود. از بس که خانه نداشت با مادرش در غار کوه زندگانی میکردن. توی صاف کار کردن نمیخواهی، تنبلی میکنی. انا برای همین هم کم بغلی. من هم کم بغل و ناچیزم. سبب این به همتون معلوم. دود نشه کله مرا تیره و سیاه کرده است.
اما از پس این دود هم بعضی چیزها را میبینم و میفهمم. همه میدانهای خالی بی آب اکنون شاداب آبدار شدند، زمین کارم شدند. این کار شاپیر نبوده، کاری که بود. خیر، فرض کردیم که شاپیر دخترک را بزنی گرفتنی شود. گرفتن گیرد. دخترک خودش با پای خود گریخت آمده است. یا وی یا بختیار باید با وی خاندار شوند. برای ما چی ضرر دارد؟ از این می براید که بزودی توی میخوریم. بی ناموس، ای بی ناموس. چه؟ دین و شریعت کجا شد؟ خوب این یک طرف ایستد. ای میفهمی؟ عزیز خان گفته است که اگر دخترک را گرداندن ندهند راه را میبندم. اگر فردا گرسنگی سر شود عزیز خان راه را بندد، حال ما چی می شود؟ میرزاهور مال نآرد، چی خیل زندگانی میکنیم؟ چی خیل؟ ای 8 فرزندت را تا حاصل آینده با علفی درسیر کردن میخوایی؟ کاروان میآید، میدانمی؟ یه نادان تو باور میکنی؟ ای از برای یک دختری فاسقی پدر لعنت و کینه و عداوت عزیز خان دچار شدن چی لازمه؟ چی لازم؟ ای انا میبینی زنهای ما هم با وی نگاه کرده خدا خواهد فردا بر روی ما توف میکنه. مانی خیلی پارا. ای میدانی دخترک را به عزیز خان سپرده از این فلاکت ها خلاص شدن در کار. خلاص. بله دخترک را گردانده فرستادن در کار. هر قدر که خواهید فریاد کردن گیرید. شورای جماعت با این کار شما هیچ وقت راه نمیده. نه میدونی خودی شاپیر میگوید که شورای جماعت خواهش اهل دره را به جامعه آورد. فهمیدی؟ در اینجا از 20 نفر زیادتر آدم نیست. خب ملش بگذار همه اهل دهت جمع شود، مجلسی کلام میکنیم. مرحمت میبینیم کنی خاص چی میگوید. کسانی که نسا آنها را ندیده و نشنیده بود در میان خرسنگ‌های سیاه تقدیر او را حل می کردند. از بین سنگ‌ها شاپیر نمایان گشت. اوش برادرها، شاپیر مرحمت. چی داد و فریاد است؟ من هیچ گم نیست. اوش شاپیر جان همین یک مجلسی عمومی دعوت کردن در کار. مجلس؟ برای چی؟ برای همین بعضی کارها هستی. چه کارها ایساف؟ هر کارها دیگه بسرم. کنی خراشر تو گبزن. من چی گویم؟ من میگویم میدانی شاپیر خوش نیسا زنی عزیز خان بوده است. عزیز خان گردانده دادن او را طلب کرده است. انا از برای همین هم مجلس شود میگوییم. اکنون نمیدانیم که فکری خلق چی باشد. بسیار خوب بیایید مجلس جیغ میزنیم. اما تا دمی که خیرمان کوبی تمام نشده است فرصتی مجلس کردن نیست. بس کنید ایساف. وقتی که بختیار 2 سبدگل را به مرکب بار کرده آورد، نسا با لباسای نو در نزد گلریز می ایستاد.
بناگاه چشم بختیار به نیسا افتید. در نظر اول چگونه دیگرگون شدن و برای چی دیگرگون شدن نیسا را فهمیده نمی توانست. اینها را از کجا یافتی؟ بگو. چرا خاموشی؟ مگر مادرم به تو داده است؟ پسرم، در بساط من کی این گونه چیزها بود؟ خوش، از کجا یافتی اینها را؟ راستش را گوی. خوب است یا نه؟ میپرسی از کجا گرفتم؟ گویم یک آدمی خوب داد. کی داد؟ کی داده میتواند؟ مگر شاپیر؟ مگر در سیاه‌تنگ بغیر از شاپیر آدمی خوب نیست؟ بگو اینها را کی به تو داد؟ آدمی نغز داد میگویم کو؟ نیسا هزل نکن. کی داد؟ مگر مفت داد؟ نامی آن آدم کندیری است. خودش به اینجا آمده بود. کندیری به تو داد؟ بله. او کی باز خیر خواهی تو شده است؟ برای چی کندیری این کار را کرده است؟ تو مگر کندیری را از اول میشناختی؟ چرا نشناسم؟ مگر وی آدمی بد است؟ نه، کندیری نه، سوداگر داد. من به دکان وی رفته بودم. آدمی خوبی بود است. سوداگر؟ لباس داد؟ کندیری؟ تو به نزد آنها رفتی؟ تو مگر دیوانه شده ای؟ او بدترین سگ هاست. زود این چیزها را کش میگویم. کش پسرم، کش. مگر دیوانه شده ای؟ چی شده است؟ دیوانه شده ای مگر؟ چه حادثه روی داد؟ دیوانه شده است. اولین بار است که پسرم رو به این حال میبینم. راستش که ترسیدم. ببین بسیار زیبا و تناس شده است. بپرس که این لباس ها را از کجا گرفته است؟ با کجا رفته بوده است؟ کی را دیده و چه ها شنیده است؟ قهرت نباید شاپیر. کندیری به اینجا آمده بود. من همراهی وی به دکان سوداگر رفتم. اینها را سوداگر به من داد. سوداگر داد میگویی؟ با همراهی کندری رفته بودی؟ گپ در اینجا نیست. نیسا پایپاق میبافد. از من یاد گرفته است. سوداگر هم به وی یک جفت پایپاق سپارش کرده. کرته را به حساب مزد آن داده است. برای چی به سوداگر پایپاق در کار شده است؟ بگذار در حال کرته را کشته دهد. من برده به سری میرزا هور میزنم. استا بختیار، سوداگر داده است. البته این کاری وی بیغرض نیست. یقین این یگان حساب دارد. این چیزهایی که سوداگر به نیسا داده است نرخ معین دارند. نیسا مزد و یا عوض اینها را دادنش در کار است. حساب پش و کرته را من خودم با میرزا هور برابر میکنم. بگذار کرته ایستد. نیسا کرته ندارد، ولی تو منت بی ما به هیچ کجا نمی روی. فهمیدی؟ البته. بیهوده گشتن و هر جا رفتن چه لازم؟ این طور نیست بختیار. تو عجب حکومت شورا هستی که دختری بیچاره را در خانه پایبند کردن میخواهی. من این گپ را با سبب دیگر میگویم. با کدام سبب؟ بگذار نیسا هم داند. در اینجا آدمانی هستند که او را به عزیز خان گردانده دادن میخواهند. دلیر باش نیسا. خوب شد که ما همه این نقشه ها را دانستیم. تو هیچ پروا نکن. از سیاه تن به هیچ جا نمی روی. اما بی رخصتی ما پایت را از خانه بیرون مگذار. مهتاب شب، همه خواب، فقط گلریز و شاپیر صحبت کرده نشستند. اکنون عزیز خان نیسا را طلب می کند. گلریز، فکر تو در این باره چیست؟ میدهیم یا نه؟ دختری زیبا و با عقل است.
مگر عزیز خان او را فراموش کرده میتواند؟ مگر مردم از او میترسند؟ ای تو و بختیار تنهایید، با شما مردهای استوار کم. آنهایی که هستند مثل خوشه گندم در مقابل باد سختی قدرت عزیز خان محکم ایستاده نمیتوانند. همه پیرها و پیروان عرف و عادتهای کهنه به تو مقابل هستند. در حکومت شورا هر کار و هر مسئله را اکثریت جماعت حل میکند. به اکثریت مردمان ما امید بستن ممکن نیست پسرم. هنوز اکثر آنها دودیله و نااستوار می باشند. تو با آن مجلس می آیی یا نه؟ من زن هستم. زن هم در برابر مردان حق دست برداشتن دارد. از ابتدای جاری شدن فرمودهای حضرت علی چنین نبوده است. حکومت شورا هم از ابتدای جاری شدن فرموده های حضرت علی نبود. آخر دست برداشتن من به کی لازم است؟ گلریز، در دهه از مردها دیده زنان زیادند. اگر تو خانه به خانه رفته به آنها فهمونی شاپیر، من تو را میدانم. تو وقتی که به یک فکر می آیی در مقابل خود هیچ مانعی را به اعتبار نمیگیری. نه، من خانه به خانه نمیروم. نمیروی؟ چرا؟ من احتمال نادانی کنم، عقل رسانه دارم، اما به حال خود فکر و ملاحظه هم دارم. در هر خانه چند نفر مردها هستند. من با زنها گردنان کرده برآمده میروم، بعد مردها به سرزنش زنان بیچاره در می افتند، آنها را میزنند، به هزاران بلای بد گرفتار میکنند. به فکر من دیگر کار کردن در کار. نصف زنان دره در چراگاه بالایی زندگانی میکنند. بگو مجلس را کی میگذرانی؟ نه، این مصلحتت خیلی خوب و از روی عقل است. تو به آنجا برو. پس از 3 روز خیرمنکوبی به آخر میرسد. 1 روز دیگر در جویبار کار کردن لازم. روز 5 مجلس میگذرانیم. خوب شاپیر، در روز 5 من به چراگاه بالایی میروم. همین که خیرمنکوبی تمام شد، همه مردها به چراگاه رفته زن و بچه به چارپایان خود را میآورند. تو آنها را تا روزی مجلس در اینجا نگاه دار. من به زنها میگویم که آنها خودشان باید چارپا را حی کرده به دیه برگردند و ما روزی 5 به اینجا رسیده می آییم. خوب شده است ننه جان. گلریز به چراگاه بالایی رفت. خیرمنکوبی و کار جویبار به آخر رسید. جویباری نو تمام دیه را بریده از بین دوکان میرزاخور و پشته های سنگی گذشته به یابان می در آمد. در اینجا به جویچه ها جدا می شد که هر کدام آنها باید 1 یا 2 کیسزار را آبیاری می کردند. زمین های بیکار خوابیده را به کمبغلان تقسیم کرده دادند. به مناسبت به آخر رسیدن کار جویبار، اهل دره به مجلس تنتنوی جمع شدند. شاپیر از جای پیش خود بیراق ساخت. نیسا آن را با رنگ سرخ رنگ کرد. بیراق سرخ در بلندی الوانج می‌خورد.
در مجلس مسئله نسا را نیز باید حل می کردند. مجلس سر شده بود. مسئله یکم با آخر رسیده به مسئله دوم گذشتند. اما از گلریز و دیگر زنها درکی نبود. میرزاهور، کندیری و یک قطار بایهای ملایان طلب می کردند که نیسا به عزیز خان برگردانده شود. شاپیر و بختیار نمی خواستند که نیسا مثل پیشتره مال خصوصی عزیز خان گردد. شاپیر با هر بهانه مجلس را کشال می داد و برخلاف طلب اکثریت این مسئله را به آواز نمی ماند. پس از گذشتن چند ساعت شاپیر ناعلاج مسئله به عزیز خان برگرداندن و یا در سیاه تنگ ماندن نیسا را به آواز ماندنی بود که از پس کوه ها زنها نمایان شدند. شاپیر از خرسندی چیکار کردنش را نمی دانست. تا رسیده آمدن زنها صبر کردند. دیری نگذشته زنها به مجلسگاه رسیده آمدند. مجلس از نو گرم شد. زنها پس هم سخن گرفته طلب می کردند که نیسا در نزد گلریز ماند. فقط استخوان ماهی در حق نیسا گپ‌های قبیح گفته از اهل مجلس طلب کرد که او به عزیز خان برگردانده شود، وگرنه آنها به بلای ناگهانی دچار می شوند. در آخر گلریز به سخن برآمده گفت که نیسا زنی عزیز خان نبوده است و نمی شود. بله. دوری پیش نیکی از عزیز خان ترسید. بله حکمرانی عزیز خان گذشت. وقت ها گذشت. هیچ کس حق ندارد حقوق به آزادی داشته آنها را پایمال کند. هیچ کس حق ندارد نیسا را با زوری به دستی گرگ در رنده سپارد. پس از برآمد گلریز اکثریت برای در سیاه تنگ ماندن نیسا دست برداشتند. نیسا در سیاه تنگ ماند. ما با شما قسم یکمی رادیو اینسценіровка را از روی رمان پاول لوکنیتسکی نیسا شنوانیدیم. رول ها را اینها اجرا کردند: نیسا ارتیست خلقی ریسپوبلیکا خیری نظرова، شاپیر ارتیست عطا محمد جانов، بختیار ارتیست خدمت نشان داده ریسپوبلیکا حبیب الله عبدالرزاقov، گلریز ارتیست خلقی ریسپوبلیکا صافیه تویبایوا، قراشیر ارتیست قمتشاه ایمتشایف، استخوان ماهی ارتیست خلقی ریسپوبلیکا توتی غفارova، بابا کلان ارتیست خلقی ریسپوبلیکا محمد جان خلیلov، میرزاهور ارتیست سید احمدov، قندیری ارتیست محمود طاهری، ایساف ارتیست حیدر شایمردانov، خداداد ارتیست حکیم محمد ظاهرov. برنده شنوانیدن برهان رحمانov. رژیسوری شنوانیدن ارتیست که خدمت نشان داده ریسپوبلیکا حلیمه نصیب‌الدینه.